time for the Persian program. You can listen to this program every Sunday from 3 to 4:30 p.m. on digital radio, online and 101.5 FM. سلام. امروز 22 بهمن ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 10 فوریه سال 2013 میلادیه. ما باز همین افتخار رو داریم که از طریق امواج بخش فارسی رادیو ادلید صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی مهمون خونه ها و ماشینای شما باشیم. امروز باز طبق معمول برنامه رو با اخبار شروع خواهیم کرد که توسط دوست عزیزم علیرضا تهیه شده و بعد از اخبار ما باز برمیگردیم و با هم صحبت خواهیم کرد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو ادلید. علیرضا هستم. به اتفاق همکارانم در چند دقیقه آینده با گزیده از اخبار ایران و جهان همراه با شما خواهیم بود. طوفان زمستانی با بارش برف شدید به شرق آمریکا رسید. بارش شدید برف در شمال شرق آمریکا آغاز شده و پیش بینی شده طوفان زمستانی بی سابقه در برخی مناطق حدود 1 متر برف به همراه داشته باشد. در آستانه طوفان صدها پرواز لغو شده است. پروازها از فرودگاه نیویورک به مقصد این شهر لغو شده و گزارش‌هایی از قطع برق در این منطقه منتشر شده است. مقامات محلی به مردم هشدار دادند که از سفر پرهیز کنند و در خانه بمانند. انتظار می رود سرعت باد به 120 کیلومتر در ساعت برسد. جمعه شب میزان بارش برف در نیویورک به 5 سانتی متر و در بوستون به 6 سانتی متر رسیده بود. در جنوب شرق ماساچوست جریان برق نزدیک به 40,000 مشترک قطع شد و در رود آیلند 45,000 نفر برق ندارند و نزدیک به 20 سانتی متر برف آمده است. در کانادا نیز 25 سانتی متر برف و باد شدید گزارش شده است. بشار اسد تعدادی از وزرای دولت را عوض کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در روزهای آخر در اطراف دمشق تعدادی از وزرا را عوض کرده است. به گزارش تلویزیونی دولتی سوریه، وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، امور اجتماعی، کار، مسکن، امور عمومی و کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که وزرایشان تغییر کرده است. بر اساس این گزارش در اداره وزارتخانه‌های مهمی نظیر دفاع و کشور تغییری داده نشده است. تغییر در وزارتخانه‌ها در حالی اعلام می‌شود که اقتصاد آن کشور به شدت تحت تأثیر جنگ تقریباً 2 ساله قرار گرفته است. در حال حاضر کمبود مواد سوختی، نان، برق و سایر مایحتاج زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده است. این در حالی است که ارزش پوند سوریه کاهش یافته است. جنگ داخلی که تاکنون به کشته شدن بیش از 60,000 نفر منجر شده به زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله خطوط انتقال نفت، پل‌ها و منابع آب و برق کشور صدمه زده است. توافق رهبران اتحادیه اروپا برای کاهش بودجه. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بودجه 960 میلیارد یورویی این اتحادیه به توافق رسیدند.
این بودجه برای سالهای 2014 تا 2020 میلادی در نظر گرفته شده است. هرمان ون رامپی، رئیس شورای اروپا، در پایان نشست رهبران اتحادیه در بروکسل گفت بودجه توافق شده حدود 34 میلیارد یورو کاهش یافته است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفته است که این رقم معادل کاهش 3.3% در بودجه 7 ساله پیش است. با اینکه دولت‌های بریتانیا و هلند از جمله دولت‌هایی بودند که در مذاکرات سران به شدت دنبال کاهش بودجه اتحادیه اروپا بودند، دولت‌های فرانسه و ایتالیا نماینده گروهی از دولت‌ها بودند که خواستار تداوم روند افزایشی بودجه و هزینه کردن در میان کشورهای عضو بودند. این تفاوت باید به تایید پارلمان اروپا نیز برسد که احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. جاسوس کانادایی به زندان افتاد. افسر سابق نیروی دریایی کانادا به جرم جاسوسی برای روسیه به 20 سال زندان محکوم شد. افسر سابق اطلاعات نیروی دریایی کانادا به فروش اطلاعات محرمانه ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، به روسیه اعتراف کرده بود. جفری دلایل که ژانویه سال گذشته دستگیر شد به پرداخت بیش از $100,000 جریمه نقدی نیز محکوم شده است. آقای دلایل اعتراف کرده است که به مدت 4 سال فایل‌های محرمانه‌ای را که کانادا و آمریکا و سایر اعضای ناتو به آن دسترسی داشته به رابط خود در روسیه ایمیل می‌کرده است. آقای دلایل اولین کانادایی است که تحت قانون امنیت اطلاعات آمریکا محکوم شده. این قانون بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 در پارلمان کانادا تصویب شد. آقای دلایل 4 سال تمام اطلاعات محرمانه را روی مخازن حافظه سیار خود کپی می‌کرده و در ازای ماهیانه $3,000 به رابطه خود در روسیه ایمیل می‌کرده است. روسیه حریم هوایی ژاپن را نقض کرد. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که 2 فروند جنگنده روسیه حریم هواپیمایی ژاپن را نقض کردند. این امر باعث شده تا ژاپن نیز در واکنش به سرعت جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. دولت ژاپن همچنین به صورت رسمی به این اقدام اعتراض کرده است. این 2 جنگنده روسی در حریم هوایی ژاپن و بر فراز جزیره هوکایدو به مدت 1 دقیقه دیده شدند. این واقعه پس از آن روی داد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که در صدد یافتن راه حلی برای حل مناقشه کشورش با روسیه بر سر برخی جزایر در اقیانوس آرام است. 4 جزیره مورد مناقشه که روسیه آنها را کوریل می‌خواند در ژاپن به قلمرو شمالی مشهورند. نخست وزیر ژاپن سخنان خود را در مراسم معاهده سال 1855 کشورش با روسیه بیان کرد. ژاپن میگوید این معاهده ادعای این کشور در مورد این جزایر را ثابت می‌کند. ژاپن و روسیه پس از جنگ جهانی دوم اگرچه بیشتر مواقع روابط دوستانه‌ای داشتند، اما هیچ موقع پیمان صلحی را امضا نکردند. دلیل عدم امضای پیمان صلح اختلاف 2 کشور بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه است. تعدادی از کارکنان تأمین اجتماعی ایران احضار شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا به نقل از یکی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که 8 نفر از مسئولان حوزه ریاست این سازمان به دادستانی تهران احضار شدند. محمد حسینی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به ایرنا گفته که این افراد در ارتباط با فیلم مربوط به نشست سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رؤسای قوه مقننه و قضاییه ایران، احضار شدند. انتشار این فیلم در هفته گذشته بسیار خبرساز شد. ابتدا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بخشی از این فیلم ویدئویی را در جلسه علنی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس ایران پخش کرد و گفت که این نوار حدود 25 دقیقه و گزیده‌ای رقیق از 23 یا 24 ساعت مکالمه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است. مدتی بعد این فیلم در شبکه اینترنت منتشر شد. بعد از نشست خبرساز مجلس ایران، فاضل لاریجانی اعلام کرد که از رئیس جمهور و آقای مرتضوی به دلیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت خواهد کرد. ایران شهروند اسلواکی متهم به جاسوسی را آزاد کرد. ماتئی والوخ، یک شهروند اسلواکی که ماه گذشته در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شده بود، آزاد شده است. یک گفته وزیر امور خارجه اسلواکی، ماتئی والوخ، 26 ساله، بعد از مذاکرات پیچیده اسلواکی با ایران آزاد شد.
آقای والخ در تلویزیون ایران گفته بود که در استخدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است، اما بعد از آزادی گفت برای این سازمان کار نمی کند. او در براتیسلاو پایتخت اسلواکی گفت من جاسوس نیستم و فقط ایران می‌داند که چرا مرا به جاسوسی متهم کرده است. وی در ایران به جذب متخصصان الکترونیک مخابرات مشغول بوده. محسن رضایی 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است که 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته ارزش دارد و می‌خواهند 1000 تومان سال بعد به اندازه 100 تومان سال 1390 ارزش داشته باشد. بنابر گزارشی که وبسایت رسمی آقای رضایی منتشر کرده، به گفته است که می‌خواهند پول ملی ایران را ساقط و بی‌خاصیت کنند که این مسئله شوخی نیست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت فعلی را یک وضعیت جهادی توصیف کرده و گفت که باید خودمان را برای یک مبارزه جدی آماده کنیم. خبرگزاری کار ایران نیز گزارشی از سخنان آقای رضایی در قم منتشر کرده و به نقل از وی نوشته است که اینها می‌خواهند داد مردم را در بیاورند که به خیابان‌ها بریزند و البته از جریانات فتنه و انحراف نیز استفاده می‌کنند. آقای رضایی 4 سال پیش نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و در حال حاضر نیز از وی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یاد می شود. به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 سرمان را پایین بیاندازیم و 8 سال دیگر را از دست بدهیم. قیمت کالاها در ایران در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در دی ماه نرخ تورم به مرز 29% رسیده است و برآوردهای رسمی حاکی از آن است که در پایان سال خورشیدی یعنی کمتر از 2 ماه دیگر تورم به بیش از 32% خواهد رسید. با تشکر از همراهی شما تا این لحظه، توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم ور تو بگویم که نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمدم که ره زنم بر سر گنج شه زنم. آمدم که زر برم زر نبرم خبر برم. سلامی گرم و صمیمی به شما عزیزی که بعد از ظهر یک شنبه به ما اجازه دادید که میهمانتون باشیم. به شما دوستی که صدای صمیمیتون گرما بخش دلهای ما و نشانه حضور در برنامه است که متعلق به خود شماست. به شما که تمام سعی و تلاش ما دیدن لبخندی زیبا بر چهره گرم و صمیمی شماست.
به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های خوب رادیو ادلاید. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت باشین. بدون مقدمه میریم به اجرای برنامه امروز. برنامه متنوعی برای شما در نظر گرفتیم. برای شروع من از مرتضی میخوام که برنامه‌هایی رو که ما در آینده خواهیم داشت و برای شما عزیزان عنوان کنند. خواهش. انجمن فرهنگی مثل همه ایرونیا در واقع شلوغ‌ترین وقتش دم عیده و شما برنامه نوروز و برنامه چهارشنبه سورون انشالله در خدمتتون خواهیم بود. یعنی انجمن فرهنگی بچه‌ها مثلا دوستان زحمت کشیدن و برنامه ها آماده شده. ایمیل هایی به شما ارسال شده که جزئیات در واقع این برنامه ها توش هست. برنامه نوروز به همراه غذا و پایکوبی و البته موسیقی زنده و یه بخش فرهنگی کوتاه هم در مقدمش در 22 مارس انشالله برگزار خواهد شد. عرض کنم جزئیات تو ایمیل موجوده در یک سالونی که در محدوده مادبری هست شمال شرق و پذیرایی هم هست، پذیرایی شام در خدمتون خواهیم بود انشالله. چهارشنبه سوری هم که خوشبختانه امسال مقدور شد که برگزار بشه. حالا جزئیاتشون بیشتر دوستان خدمت شما خواهند فرستاد و یک شب شعر هم خواهیم داشت در 24 فوریه که این شب شعر رو در واقع دوستان دیگه من بیشتر زحمتاشو کشیدم و این سری من انشالله مهمان خواهم بود، برخلاف خب اکثر شب شعرهای دیگه که خود من هم توی برنامه ریزی دخیل بودم به مقدار زیادی و تو اجرا. این سری دوستان دیگه من زحمت برگزاری شب شعر رو کشیدن. پس ما انشالله در یک ماه آینده حدوداً در یکی دو ماه آینده نوروز رو خواهیم داشت، چهارشنبه سوری و شب شعر. نوروز چهارشنبه سوری خب مجانی هست، شب شعر طبق معمول همیشگی برای اعضا بلیتش $5 و کسانی که عضو نیستن $15 که میتونن به جای $15 $10 حق عضویت بدن. نوروز برای اعضا 65 و برای غیر اعضا $75 هست. همونجور که عرض کردم شامل شام هم میشه و پایکوبی و برنامه‌های به اصطلاح موسیقی زنده. این از برنامه‌هایی که ما انشالله در واقع انجمن فرهنگی خدمت شما تقدیم خواهد کرد در مدت زمان یکی دو ماه آینده در حین ایام نوروز. از این برنامه‌ها که بگذریم من جا داره که حالا توی پرانتز یه 2 نفر از بستگان دوستان ما در ادلید فوت کردن. یکی مادر جناب دکتر اسماعیلی هست و یه برنامه ضبطی هم جناب آقای سروش آماده کردن که اون تسلیت بعدی رادیو در اون برنامه ضبطی خدمت شما پخش خواهد شد. اینا حالا به اصطلاح دیگه من چیز راجع به برنامه‌های انجمن به خاطرم نمیرسه. برنامه نوروز خواهیم داشت، چهارشنبه سوری و شب شعر. ما هم تسلیت میگم خدمت خانواده اسماعیل زاده فرمودین. اسماعیل دکتر اسماعیلی. دکتر اسماعیلی ببخشید. شما یه خبری دادی که راجع به مراسم نوروز بود. من یه مقدار ناراحت شدم اینجا چون که دقیقاً روزی هست که من به ایران میرم و من فکر میکنم کسی دیگه من فرودگاه نمیبره چون همه به پایکوبی مشغولن. روز چهارشنبه 6 فوریه کنسرت خواننده عزیز پاپ رو در ادلید داشتیم. خواننده محبوبمون اندی که من حضور داشتم، به ما خیلی خوش گذشت، به دوستان خیلی خوش گذشت. امیدوارم که اعضایی که توی برنامه حضور داشتن هم به اندازه کافی لذت برده باشن. سوالی که در ذهن من هستش که چرا در واقع کنسرت هایی که در استرالیا برگزار میشه، کنسرت های ایرانی، همشون در ادلید برگزار نمیشه و تعدادشون کنسل میشه اینجا؟ بله، حضور اندی تو شهرمون یه بهونه‌ای شد تا ما موضوع برنامه رو به این اختصاص بدیم که شما فکر میکنید که علت این که همه خواننده های پاپ ایرانی یا سنتی به شهر ما ادلید نمیان چی هست؟ اگه شما نظری دارین با ما تماس بگیرین و امروز این مبحث رو ما داریم در برنامه‌مون. شماره تلفن ما 831 35000 هست. 831 35000. ما منتظر شنیدن نقطه نظرات شما هستیم راجع به خود برنامه، راجع به موضوع برنامه و راجع به برنامه‌های انجمن فرهنگی. ما در خدمت شما خواهیم بود. 831 35000 تا ساعت 4:30.
اطلاع پیدا کردیم که جامعه ایرانی مقیم ادلید مادری مهربان، همسری فداکار و وفادار را از دست داد. خانم ثریا شیرزادی علیزاده در سن 57 سالگی به رحمت ایزدی پیوست و روح پاکش به عالم ابدی صعود نمود. در گذشته خانم ثریا شیرزادی را به همسرشان آقای پرویز شیرزادی و فرزندان برومندشان کامبیز و کیوان و همه فامیل و بستگان علیزاده و شیرزادی صمیمانه تسلیت می‌گوییم. برای بازماندگان صبر و سکون و برای آن مرحوم بقا و ارتقای روح از خداوند مسئلت داریم. مراسم خاکسپاری ساعت 11 روز چهارشنبه 13 فوریه در بایسنتریال پارک گودوود در هایسن چاپل برگزار خواهد شد. همچنین مراسم یادبود روز یکشنبه 17 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر در گودوود کامیونیتی سنتر واقع در شماره 32 تا 34 گودوود رود استریت خواهد بود. داستان ها در زمان ها مانده از کاروان ها، زین حکایت با خبر شد تا بماند داستانی از تو هم در زبان ها.
رهگذری میگذری در سفری بی خبر از قافله در گوشه صحراها، در دل این دشت سیاه جان تو ای مانده بره، گم شده در پیچ و خم شوق و تمناها. نکنی گر هوسی ملکوتی نفسی، تو که مرغ فلکی منشین در قفسی. به چه دل بسته شوی به خدا خسته شوی، چو مرادت نبود به مرادی برسی. چون برای کاران در میان شب روان، بانگ عمر ما میرسد به گوش، با گذشت ایمان میدهد ندا زمان، هر سحر که خفتگان به هوش. بله، قسمتی از کنسرت اندی بود که در چهارشنبه شب در ادلید برگزار شد. برگردیم سر مطلبی رو که نسیم مطرح کردین که واقعا چرا خواننده ها همشون تو ادلید نمیان و اینجا کنسرت برگزار نمیکنن. یکی از دلایل اصلی که واقعا مطرح میشه اینه که به لحاظ مالی این بازار خوبی برای این خواننده ها نیست. دلیل دیگه هم عنوان میشه، ولی به عنوان اصلی ترین و یکی از عمده ترین دلایلش هم اینه که جمعیت ایرانی که در ادلید زندگی میکنن اونقدر نیست که در واقع اینا راضی بشن که اینجا تشریف بیارن. شما چی فکر میکنی؟ موافقم، ولی فکر میکنم برگزار کننده مراسم هم نقش عمده‌ای داره در این قضیه، و اینکه شما فرمودین که تعداد ایرانیان ادلید تعداد زیادی نیست، ولی من فکر میکنم که اگر تعدیلی روی قیمت بلیط ها باشه نسبت به استیت های دیگه مثلا سیدنی یا ملبورن، قیمت اینجا پایین تر باشه، شاید اون تعداد توی کنسرت ایرانی در ادلید جبران بشه. حالا باز نظر من. البته من میگم چون سررشته خیلی ندارم تو به اصطلاح امر کنسرت و موسیقی، ولی شاید اگر قیمت بلیط تو ادلید کمتر باشه، شهرهای دیگه مثل همون سیدنی و ملبورن که شما فرمودین خب عملا یه جوری اعتراض بکنن. در واقع کنسرت گذار یه دید کلی داره. من فکر میکنم ما تعداد خیلی محدودی کنسرت گذار تو استرالیا داریم که همه برنامه ها رو مدیریت میکنن، ولی با قیمت های مختلف، با اینکه به نظر من احتمال داره که فروش رو در مجموع بیشتر بکنه، ولی ممکنه رو شهرهای دیگه تأثیر بذاره و اونا رو به اصطلاح یه جوری ناراضی بکنه. من از شنونده ها خواهش میکنم که با ما تماس بگیرین، شما هم نظرتون رو عنوان کنین با شماره تلفن 831 35000. شما بگین که فکر میکنین دلیل چی هست. من یه نکته عرض کنم، جناب آقای انصاری از شنوندگان همیشگی و وفادار ما لطف کردن، زنگ زدن و به نوبه خودشون تسلیت گفتن و
من الان تو این قسمت برنامه الان زودتر بعد عرض می‌کردم آرش خان که الان اینجا هستیم در خدمتشون رفتن توی کنسرت و اونجا یه سری گزارش تهیه کردن. اون صدایی که اول شنیدید صدایی بود که ایشون خودشون با به صدا ضبط کنه حرفه‌ای رادیویی که ما امانت گرفتیم رفتن اونجا تهیه کردن. یکی دو تا مصاحبه هم با خود اندی شاید مهمتر از همه، یعنی خواننده، و هم با طرفداران ایشون که توی کنسرت بودن انجام دادن که ما این برنامه کم کم خدمت شما پخش خواهیم کرد و همزمان هم بحث رو جلو خواهیم بود راجع به کنسرت ها. کسانی که دوست دارن کنسرت ها، حالا چه کنسرت های سنتی چه کنسرت های پاپ مثل خواننده هایی که از آمریکا تشریف میارن، میتونن با ما تماس بگیرن. 831 ما منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. در حاشیه برگزاری کنسرت اندی هستیم. من الان در کنار یکی از هوادارهای پروپا قرص اندی هستم. میشه خودتون رو معرفی کنین؟ سلام به همه شنوندگان عزیز، من آصف هستم. آصف جان، شما تا اینجای شب از کنسرت اندی گذشته نظرتون چیه؟ بسیار زیبا، بسیار عالی، بسیار هیجان برانگیز. یکی از شب‌های معدودیه که من واقعا دارم لذت میبرم از موسیقی ایرانی و از مردم خوب ایران در ادلید. شما کنسرت های دیگر هم به همین شکل میان یا فقط هوادار اندی هستین؟ من خب شخصا اندیو بسیار دوست دارم، ولی نکتهش اینه که اکثر دوستان هنرمندی که میان استرالیا ادلید نمیان. من فکر میکنم به لحاظ اقتصادی به اونا نمیصرفه، به دوستمون اندی هم نمیصرفه، ولی ایشون چون مردمی هستن به خاطر مردم ایران و ایرانیان ساکن ادلید میاد اینجا و ما برای اینکه ازش استقبال کنیم حتما کنسرتشو میایم. بله، شما فکر می‌کنید واقعا یه تفاوتی که توی شخصیت اندی با دیگه خواننده ها هست این امکانو ایجاد میکنه برای کسایی که تو ادلید زندگی میکنن یا چیز دیگه ای که میاد اینجا؟ نه، واقعا من برای اندی احترام خاصی قائلم، به این دلیل که ما بسیاری از آگهی‌های کنسرت‌های هنرمندای دیگه رو میشنویم که اومدن ملبورن، سیدنی، بریسبن یا پرت، ولی اصلا ادلید نمیان. ما میدونیم که آره مارکت ادلید براشون خیلی کوچیکه، ولی با این همه اندی میاد و ما بعد این کنسرت برای 2 سال بعد منتظریم که اندی دوباره بیاد تا عشقمون و ارادتمون رو بهش نشون بدیم. بله، خیلی ممنون آصف جان، امیدوارم که از ادامه کنسرت لذت ببرین. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین. قربان شما. جهان در چنین روزی. و50 سال پیش در چنین روزی در 10 فوریه سال 1763 میلادی فرانسه پس از شکست در یک جنگ طولانی کانادا را به بریتانیا واگذار کرد. در این جنگ تعدادی از قبایل سرخپوست هم با فرانسوی ها هم پیمان شده و با بریتانیایی ها جنگیدند. $89 سال پیش در چنین روزی در 10 فوریه سال 1924 میلادی برای نخستین بار از اتاق گاز برای اعدام استفاده شد که مرگ مجرم 6 دقیقه طول کشید. این شیوه اعدام در ایالات متحده امریکا و پس از اعتراض به اعدام با طناب دار صورت گرفت. بعداً روش اعدام با صندلی الکتریکی جایگزین این شیوه شد. اکنون در بعضی ایالت‌های آمریکا محکوم می‌تواند روش اعدام را انتخاب کند. در بعضی نقاط جهان نظیر اتحادیه اروپا حکم اعدام کاملاً برچیده شده است. و 5 پیش در چنین روزی در 22 بهمن سال 1326 محمد مسعود سردبیر و ناشر روزنامه مرد امروز در مقابل دفتر نشریه‌اش به قتل رسید. او مقاله‌های انتقادی زیادی درباره نیروهای سیاسی مختلف ایران به خصوص وابستگان دربار پهلوی و حزب توده که به بلوک‌های غرب و شرق وابسته بودند نوشت. قاتل او هیچگاه به طور قطع معلوم نشد. مخالفان حکومت پهلوی، دربار و ساواک حزب توده را به عنوان مسئول این قتل معرفی کردند. پس از انقلاب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین یکی از سران سابق حزب توده
ترور مسعود را کار گروه ترور حزب توده دانستند. سال پیش در چنین روزی در 22 بهمن سال 1357 در اثر یک انقلاب مردمی به رهبری آیت الله روح الله خمینی، روحانی معترض شیعه، نظام پادشاهی مشروطه ایران سقوط کرد و یک دولت موقت اداره کشور را در دست گرفت. اندکی بعد در یک همه‌پرسی جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی جدید ایران تأسیس شد. در آن زمان هنوز محتوا و قانون اساسی نظام تازه کاملا معلوم نبود. رخت غزل روی تنه روزای من اندازشه. سبز و سرخ و تر حفظین شعراتو بچین حفظین آغاز سفر گفتم به تو عاشق شدم گفتی به من شعر بمون گفتم برای دل خوشی گفتی برام حافظ بخون دوستان و شنوندگان بسیار عزیز، ما و شما هر یک شنبه از طریق امواج در کنار هم می نشینیم و با هم گفتگو داریم. مهمان خانه های گرم و قلب های مهربان شما هستیم و شادی ها و غم های خود را در یک سفره نهاده ایم. چندین برنامه نظیر برنامه ما به زبان های دیگر در همین رادیو آمده اند و بعد از مدتی کوتاه رفتند، ولی ما مانده ایم و همچنان با همدلی و همیاری و صداقتی که در ما و شما هست خواهیم ماند.
دانستن شما و بدون فداکاری و عشقی که همکاران این برنامه دارند پایداری و برقراری این بخش فارسی ممکن نیست. دستهای مهربان شما را به گرمی می فشاریم و یاد همه عزیزانی که با این برنامه همکاری صمیمانه داشتند را گرامی می داریم. من الان کنار یه زوج هستم که از مهمانان امشب هستم برای کنسرت اندی. میشه خودتون رو معرفی کنین لطفاً؟ سلام، من سمانه هستم. امشب شب خیلی خوبی بود با اندی، کنسرت عالی بود امشب. من با همسرم اومدم فرشاد، همه چی خیلی عالیه اینجا، جاتون خالی. ممنون. شما؟ من فرشاد هستم. امشب با همسرم اومدم کنسرت اندی، خیلی هم تا اینجا بهمون خوش گذشته. میشه به من بگین آیا شما فرقی احساس میکنین بین کنسرت اندی و بقیه کنسرتایی که تو شهر آدلاید برگزار شده تا حالا؟ واقعیتش من فقط اینجا کنسرت جیلو رو رفتم که خب کاملا فرق میکرد، ولی تو بیانست من اینو خیلی بیشتر دوست داشتم به خاطر اینکه اندی خیلی پرشور و هیجانه، کنسرتش عالیه، همش رقص و شادیه، خیلی انرژی میده به مردم، عالی بود. پس شما اولین کنسرت ایرانیه که تو ادلاید اومدین؟ تو ادلاید بله، تو ادلاید بله. یعنی شما جای دیگه بودین کنسرت ایرانی؟ بله، من تو لندن کنسرت داریوش و فرامرز اصلانی رو رفتم، کنسرت ستار و کنسرت معین و کامران هومن. به نظر من تو تمام کنسرت هایی که رفتم بهترینش اندی بود، عالی بود. بله، امیدوارم که از این به بعد بهتون خوش بگذره. ببخشید که وقتتون رو گرفتم وسط برنامه. اختیار دارین، خیلی متشکرم شما. این برنامه برای رادیو فارسی ادلاید هر ساله، اگه خواستین صداتون رو بشنوین یک شنبه شنونده رادیوی ما باشید. خیلی متشکرم، مرسی. ممنونم، دست شما در نکنه، شبتون بخیر. مرسی. بادا. خب عزیزان، دوباره با ما باشید با شماره تلفن های 831 35000. آقای فرشاد تماس داشتن و فرمودن که یکی از علت‌هایی که کنسرت‌های ایرانی در ادلید در واقع تعداد مخاطب این کنسرت‌ها کم هستش، این هستش که اطلاع رسانی کمه و خیلی از افراد ممکنه که اصلا با خبر نباشن که همچین کنسرت‌هایی وجود داره. به یه قسمی شاید بشه گفت درسته، چون مثلا در واقع ایرادم از دو طرف هست. یعنی که ما الان در ادلید یه سری رسانه داریم، شاید مهمترینش از یه دیدگاه همین رادیوی فارسی ادلید باشه و همچنین انجمن فرهنگی وبسایت داره و صفحات فیسبوک، چند تا صفحه فیسبوک هستن که در واقع در ادلید اطلاع رسانی میکنن. صفحات فیسبوک برای جوانترها بیشتر مخاطبش هست و رادیو هم برای اقشار مختلف. ولی متاسفانه با ما از دو طرف، یعنی از طرف رسانه های موجود در این شهر و هم از طرف برگزار کننده های کنسرت، تعاملی که اون همکاری که لازم هست صورت نمیگیره. متاسفانه ماها که خود به خود خبردار نمیشیم، یعنی تو معمولا خیلی وقت کنسرت نزدیک برگزاریش هست که خود ما هم خبردار میشیم و بعد ما محدودیت های خودمون داریم. مثلا رادیو خب زیر مجموعه انجمن فرهنگی و یه هزینه نسبتا قابل توجهی داره برای رادیو انجام میشه. ما اگر جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای کاری که انتفاعی هست، یعنی ازش سودی حاصل میشه به صورت مالی، نمیتونیم همینجوری اطلاع رسانی کنیم، در واقع باید آگهی دریافت بکنیم. میگم این ارتباط کافی نبوده متاسفانه، با اینکه حالا ماها برگزار کننده اصلی رو میشناسیم و ایشون هم رادیوی ما رو میشناسن از قدیم. ما چندی ما برای کنسرت هایی که ایشون برگزار کردن آگهی دادیم، ولی میگم هنوز اون ارتباطی که تنگاتنگ باشه و مداوم باشه شکل نگرفته. به هر حال بالا پایین داشته این رابطه، چه از طرف رسانه های موجود در ادلید چه از طرف برگزار کننده ها. ولی انشالله که در واقع نکته معتبری است، نکته صحیحی است که البته حالا ما واقعا جمعیتی که ما اینجا داریم خب از سیدنی پایین تره، ولی نکته صحیحه و ما هم از طرف رسانه ها و هم از طرف برگزار کننده ها روش باید کار بشه و انشالله بهتر بشه. خب آرش جان، جا داره از شما تشکر کنیم بابت زمانی که گذاشتی برای مصاحبه با اندی، بابت زمانی که برای مصاحبه
با مردم گذاشتیم. من شاهد بودم، همه اونجا به فکر لذت بردن از برنامه بودیم و شما دنبال کسایی میگشتی که مشتاق این کنسرتن، دوست دارن اندی رو و میخواستی که با اونها مصاحبه کنی. همچنین تشکر میکنم که آهنگ مورد علاقه من رو پخش کردی از آلبوم هفسین خواننده ایرج و احسان خواجه امیری. خواهش میکنم. آهنگ‌های دیگه‌مون هم یه آهنگ کردی داشتیم که آرش خان باز انتخاب کرده بودن، خودتون معرفی بفرمایید. بله، این آهنگ البته از کنسرت کامکارها بودش و اسم آهنگ هم قاسم خان بود. و یه آهنگ هم به اسم توشه عمر از استاد بنان، مرحوم استاد بنان که بنده انتخاب کرده بودم و به هر حال تا این تیکه از برنامه خدمت شما تقدیم شد. خب من الان شاید خیلی از کسانی که تو کنسرت شرکت کردن منتظر اصل مصاحبه هستم با خود خواننده که من اون الان خدمتتون پخش میکنم و بعد از مصاحبه یه آهنگ زیبا خواهیم داشت و بعد برمیگردیم و با هم صحبت خواهیم کرد. از طرف همه ایرانیای مقیم آدلاید و به ویژه رادیو فارسی آدلاید به شما خوش آمد میگم. اندی عزیز، آخرین باری که شما تشریف آوردین آدلاید برمیگرده به سال 2009. آخرین باری که اینجا کنسرت داشتین. چی شد که دوباره استرالیا و دوباره شهر آدلاید؟ اگه دست ما باشه که هر سال میاییم، فقط دست ما نیست، باید شرایط آماده باشه واسه اومدن به اینجا. این بار خیلی زیاد طول کشید، ان شاءالله که دفعه دیگه یک سال بیشتر طول نخواهد کشید. بله، ما خوشحال میشیم. شما از 2 فوریه تا امشب که 6 فوریه هست پیاپی هر شب برنامه اجرا میکنین. جالبه برای شنونده ما توضیح بدین که واقعا با این خستگی چی کار میکنین؟ اندی که همیشه رو استیج شاد و در واقع خنده از لباش نمیفته، چجوری انرژی رو ریکاور میکنه برای برنامه‌ای که داره به صورت طولانی مدت؟ یه قسمت زیادش خب تو زندگی نرمال باید ورزش و فوتبال و اینا باشه، باید زندگی سالم باشه که بتونی هر شب با این بیخوابی‌ها و چون در طول روز ما تو هواپیما هستیم، بعد از ظهر میرسیم یک شهری ساوند چک داریم 1-2 ساعت، بعد باید بریم آماده بشیم بیایم کنسرت بزنیم. اینه که اگر سر فرم نباشی و بدن سالم نباشه نمیتونی یک هفته 10 روز پشت سرم. ما هم سعیمونو میکنیم بالاخره که سالم باشیم. بله انشالله که همیشه سالم باشین. تو وبسایتتون هم من خوندم که شما ویژیتریان هستین. میشه بگین چند سال ویژیتریان هستین و اگه مایل هستین به این پرسش هم پاسخ بدین که چی شد که ویژیتریان شدین؟ الان تقریبا 30 سال ویژیتریان هستم و بیسیکلی من مخالف کشتن حیوانات هستم و آزار حیوانات. مخصوصا این روزا میشنوم که تو ایران سگا رو اذیت میکنن. اصلا من نمیتونم بفهمم که انسانی که به خدا اعتقاد داره و خدا همین حیوانات رو آفریده چجوری میتونیم یک حیوان بی‌آزاری مثل سگو که هیچ به غیر از خدمت به ماها کاری هم نکرده، چیزی هم نمیخواد، یه دونه استخون میخواد زندگیشو در کنار انجام بده و ما اذیتش میکنیم. اینه که من خودم تا اونجایی که میتونم نه فقط به حیوانات، به انسان‌ها به هر اندازه‌ای بتونم به دیگرون کمک میکنم، چون اعتقاد به این دارم که هر چی کمک میکنی با یه دست دیگه هم خدا میده. جمعیتی که الان اینجا حضور دارن به نسبت ایرانیایی که در واقع در آدلاید زندگی میکنن یه رقم قابل توجهه. در این که شما یکی از شخصیت‌های محبوب و واقعا شخصیت مقبولی هستین بین ایرانیای مقیم آدلاید شکی نیست، اما علیرغم این استقبال این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت مثلا سالن تئاتر کوداک لس آنجلس و اون جمعیتی که هواداری که به استقبال شما میان برای برنامه‌هاتون و یا گریک تئاتر لس آنجلس که جایی که 6000 نفر در واقع ظرفیت داره قابل مقایسه نیست. شما در واقع آیا برای اندی تفاوتی میکنه جمعیت روی کیفیت کارش روی استیج؟ نه، من از روزای اول سرنوشت کاریم برای 4-5 نفر برنامه گذاشتم و هر وقتم رو صحنه رفتم بهترینم رو انجام دادم. امروزم که میبینیم من هنوز نمیدونم چند نفر بیرون هستن، ولی اگر برم بیرون 50 نفر باشن یا 5000 نفر باشن هنوز اون کیفیت و کار براشون انجام میدم، چون اول برای خودم دارم میخونم که خودم از زندگی لذت ببرم، بعد برای مردمی که مهم نیست
از چه مثلا راههای 1 ساعته و 2 ساعته و روزها انتظار روز کنسرت داشتن. واسه همینم من دلم میخواد بهترین ما براشون انجام بدم. تو این کنسرت ها یه جا رفتیم مثل سیدنی 2000 نفرن، یه جا هم رفتیم 100 نفرن، ولی مهم نیست. مهم اینه که آخر شب همه خوشحال بریم خونه. اتفاقا یکی از سوالای منم راجع به همینه. طیف وسیع سنی توی حضار هست، از یه نوجوان 12-13 ساله گرفته تا یه مرد مثلا 50-60 ساله. آیا اندی تو انتخاب آهنگاش برای اینکه اینا راضی از در سالن بیرون برن آخر شب اعمال نظری میکنه که به هر حال کسایی که تو سن ما هستن خاطره دارن با آهنگای قدیمی شما، ولی یه نوجوان هم میخواد که طبق مد روز پیش بره و آهنگای جدید از شما بشنوه، کاری میکنین برای این قضیه؟ بله خیلی تاثیر میکنه برای انتخاب آهنگا و البته باعث خوشحالی منه که هنوز پدر مادرها میان کنسرت ما. جوونا که خب معلومه میخوان بیان بیرون پارتی کنن، موسیقی فیوریتشون رو گوش کنن و خوشحالم که پدر مادرها هنوز دارن میان و موسیقی ایرانی امروز حمایت میکنن. منم وقتی اونجا بالا هستم فکر این هستم که بالاخره همه خوشحال برن خونه. در حقیقت هر کاری بکنی یه سری از آهنگا رو وقت نخواهیم داشت، ما آهنگ زیاد داریم ولی سعیمون میکنیم که مردم رو خوشحال کنیم. بله خیلی ممنون. فقط من خیلی باید فشرده سوالمو بپرسم که وقت زیادی نداریم، شما باید رو استیج برین. خیلی از شنونده‌های ما شاید براشون جالب باشه که اندی که میاد ادلاید بیرون هم میره، اصلا وقت میکنین بیرون برین شهر رو بگردین، چی کار میکنین به جز همین کنسرت؟ خب حقیقتش اینه که ما امروز بعد از ظهر از پرت رسیدیم، چون دیروز پرت کنسرت داشتیم، پس زیاد وقت نداشتیم در ادلاید باشیم، ولی دوستای من اینجا بالاخره همینقدر که از هتل تا محل کنسرت برای غذا خوردن یه دوری میزنیم، شهر رو میبینم و من خیلی ادلاید دوست دارم چون خیلی لید بک و کول و پارکای قشنگ داره، شهر قشنگیه. بله. شینی توی مسافرت شما رو همراهی میکنه یا خیر؟ شینی الان مشغول ضبط آلبومشه و توی مسافرت با ما نیست. بله خیلی ممنون. فقط به عنوان آخرین سوال ما میتونیم یه قول از شما بگیریم که بازم تشریف بیارین خیلی زود به ادلاید؟ سرنوشت کنسرت های ما در استرالیا دست فریبرز منصوری از پارسیان استرالیا و واقعا هم تو این من میتونم بگم بیشتر از 15 سال 18 ساله که ما با هم کار میکنیم و الان نه تنها دوستای خوب هستیم بلکه مثل خانواده به همدیگه احترام میذاریم و من کارشو میپسندم چون هر جا میرم کنسرت بهترین دستگاه ها رو برای من میگیره، بهترین نور، بهترین مردم رو برای من جمع میکنه و این یک هنریه که همه کنسرتگزاران ندارن و مردم استرالیا باید خوشحال باشن یک اینطور ایرانی در خدمتشون هست. بله لازمه من همینجا تشکر کنم از آقای فریبرز منصوری که مقدمات این مصاحبه رو و کل این برنامه رو برای ما هماهنگ کرد و ضمن تشکر از اندی عزیز امیدوارم که شما رو خیلی زود بازم تو ادلاید ببینیم. اگه صحبت پایانی داریم با شنونده‌های ما میفرمایید. تشکر که روز چهارشنبه روز کاری هنوز مردم پا شدن اومدن کنسرت ما و من خوشحالم و ممنونم. ما هم وقتی تور استرالیا رو آماده میکنیم یک ویکند بیشتر نداریم، پس مجبوریم ویک دی ها انجام بدیم و خوشحالم که با وجود این هنوز مردم پا میشن میان و موسیقی ایرانی رو حمایت میکنن. خیلی خیلی ممنونم وقتی که ما دادین اندی عزیز. با تشکر. خوشحال شدم. موفق باشی. قربان شما. مرسی. خداحافظ.
همیرا آرش ما رو وردی به دوران دبستان و راهنمایی، شاید بگم کودکی بهتر چون سنم معلوم نمیشه. بله خیلی با این آهنگ خاطره دارم. خب عزیزان ممنون از تماس هاتون، واقعا ما رو دلگرم میکنین. تماسای زیادی داشتیم برای تشکر از در واقع مصاحبه، تشکر از برنامه، واقعا سپاسگزاریم. آقای فرید برس هم تماس داشتن، سوالی مطرح کردن در رابطه با اینکه در واقع سوال نبود، نظری دادن راجع به اینکه کنسرت چون چهارشنبه بوده خب مخاطب کم داشته و من فکر میکنم اندی جواب رو در مصاحبه داد. آرش نظری؟ فکر کنم یه تماس هم داشتیم از آهنگ کردی تشکر کرده بودن. ما هم ممنونیم از تلفنتون و از توجهتون به برنامه. فقط یه من مطلبی رو میخواستم اضافه کنم، این که برای مصاحبه اندی سوالایی که پرسیده شد واقعا من سعی کردم که کلیشه‌ای نباشه، سوالای تکراری نباشه. قطعا ما تو این کار حرفه‌ای نیستیم، من خودم به شخص خیلی حرفه‌ای نیستم تو مصاحبه کردن. اگه شما واقعا نظری دارین و فکر میکنین که یه سوالایی مد نظرتون هست که بهتره اونا پرسیده بشه، تو کنسرت‌های بعدی ما رو یاری کنین، به ما زنگ بزنین بگین که سوالای بهتر اینه و ما رو راهنمایی کنین و سپاسگزار میشیم از تماستون و ارتباطتون با ما در این برنامه. شماره تماسمون هم 831 35000. من لازم میدونم یادآوری کنم شب شعر آینده رو 2 هفته آینده همین یک شنبه، یعنی یک شنبه در واقع، این یک شنبه که میاد، نه یک شنبه بعدش تو گود کامیونیتی سنتر روز 24 فوریه ما انشالله شب شعر خواهیم داشت و در خدمتون خواهیم بود. شامل مسلماً یه بخشش موسیقی زنده است و همچنین شعر که من خودم حقیقت اگر این جلسات انجمن درگیری جانبی و اینو فرصت بده یه شعر بعد یکی دو تا شعر انشالله سعی میکنم از اون شعرهای شادی که جلسه پیش خوندی و ما خیلی لذت بردیم. زندگی شخصی رو بریزه بیرون. میریزم چشم. برحال هر شاعری زندگی شخصی خودشو در قالب شعر بیان کنه انشالله. اگر به اصطلاح فرصتی شد من در خدمت دوستان خواهم بود و منم به نوبه خودم از ابراز لطف دوستان تشکر میکنم. ما در واقع انگیزه ما برای ادامه این برنامه و این کار تماس‌های تلفنی شما و حمایت‌های شما هست. 831 35000 منتظر تلفن شما هستیم و تو این قسمت از برنامه من برنامه دانستنی ها رو خدمت شما تقدیم میکنم و بعد از برنامه دانستنی ها یه آهنگ قشنگ رو خواهید شنید و بعد از اون ما برمیگردیم و با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیا می دانید آمار زنان گم شده چینی به 44 میلیون نفر می رسد؟ آیا می دانید در جهان حداقل 300,000 نفر زندانی عقیدتی وجود دارد؟ آیا می دانید در نبردهای مسلحانه سراسر جهان 300,000 سرباز کودک در حال جنگیدن هستند؟ آیا می دانید هر انگلیسی روزانه به طور متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربین‌های مدار بسته قرار می گیرد؟ و آیا می دانید 120,000 زن و دختر جوان هر سال به خریدارانی در اروپای غربی فروخته می شوند؟ آیا می دانید سالانه 86 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود؟ آیا می دانید رود دجله به خلیج فارس می ریزد؟ آیا می دانید خلیج فارس 500,000 سال قدمت دارد؟ و آیا می دانید وزن کوه یخی متوسط الحجم 20 میلیون تن است؟ و آیا می دانید 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد؟ و آیا می دانید ارزش مالی بازار فروش فیلم های پورنوگرافی در امریکا 10 میلیارد دلار برآورد می شود؟
که آشتی نداری من با تو قهر نمی کنم، من به این سادگی تو گذر نمی کنم. چرا ناز می کنی من که فداتم، تو دیوار و من شاخ نباتم. میدونی که دوست دارم هنوز دیوونتم، مثل پروانه در هر سو به دور شونتم. میدونی که دوست دارم هنوز دیوونتم، مثل پروانه در هر سو به دور شونتم. تو عشقی پاکی دلم برات حلالی، تو قبلگاه عاشق ها نشونم به خاکی. تو عشقی پاکی دلم برات حلالی، تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. نمیدونی چه کردی، دوباره جون به من دادی، آره معجزه کردی. تو با این عشق پرشورت نمیدونی چه کردی، دوباره جون به من دادی، آره معجزه کردی. میدونی که دوست دارم هنوز دیوونتم، من مثل پروانه در ورس به دور شونتم. میدونی که دوست دارم هنوز دیوونتم، من مثل پروانه در هر سو به دور شونتم. تو عشق پاکی دلم برات حلالی، تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. عشق پاکی دلم برات حلالی، تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. که آشتی نداری من با تو قهر نمی کنم، من به این سادگی را تو گذر نمی کنم. چرا ناز می کنی من که فداتم، تو دیوار و من شاخ نباتم. میدونی که دوست دارم هنوز دیوونتم، من مثل پروانه در هر سو به دور شونتم. تو عشق پاکی دلم برات حلالی، تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. تو قبلگاه عاشق ها نشونیم به خاکی. نوبتی هم باشه نوبت داستان خسرو و شیرین، ادامه داستان خسرو و شیرین. من نوبت به خسرو و شیرین رسید لازم دیدم که یه عذرخواهی بکنم، هم از محضر حکیم نظامی هم از محضر شما که ما متاسفانه تو این برنامه چه مصاحبهمون چه قسمت عمده در واقع تو مصاحبهمون هم از طرف دوستانی که ما باشون مصاحبه کردیم کلمات انگلیسی که جایگزین فارسی مناسب دارند زیاد استفاده شد. اینو من لازم بود که بگم و به خودم عذرخواهی کنم. دیگه امکان جایگزینی هم نبود چون صدای کسان دیگه بود. من این عذرخواهی میکنم و از شما و از محضر نظامی و حافظ و فردوسی و بقیه در واقع طلایه داران شنیشون خیلی در واقع نگران بودن که ما زیاد لغت فارسی به کار نبریم. بله من الان پخش میکنم خسرو و شیرین خدمت شما، بعدم یه آهنگ سنتی و بعد برمیگردیم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
در قسمت‌های پیش داستان خسرو شیرین از زبان نظامی به آنجا رسید که شیرین اشرافزاده زیباروی ارمنی و برادرزاده و تنها خویشاوند مهین بانو فرماندار قفقاز با تشویق و نیرنگ شاپور مشاور خسرو پرویز ولیعهد شاهنشاهی ایران برای دیدار او روانه پایتخت شد. همزمان خسرو پرویز از ترس بدبینی پدر از دربار خارج شد و به قفقاز آمد. شیرین به دربار رسید و با توجه به سفارشات خسرو پرویز قصری برای او ساختند و آنجا ساکن شد. خسرو پرویز هم در قفقاز مهمان عمه شیرین شد بدون اینکه خسرو و شیرین از یکدیگر و مهین بانو از داستان آنها باخبر باشند. در این هنگام شاپور به دیدار خسرو پرویز آمد و صحبت آن دو به جای رسید که سخن از شیرین به میان آمد و اکنون ادامه ماجرا. شاپور که نظامی به عنوان مهندس نیز از او یاد می کند، شرح ملاقاتش با شیرین و فرستادن او به پایتخت را به خسرو پرویز گفت و اینکه گرچه او مورد توجه یا به قول نظامی فتنه عالم است، خسرو پرویز فتنه شیرین شده و شیرین با دیدن تصویرش به خسرو پرویز دل بسته است. شاپور اضافه کرد که مدتی بیمار بوده و به همین علت از شیرین دور افتاده، ولی می‌داند که شیرین به دربار رسیده است. خسرو ذوق زده شد و از شاپور سپاسگزاری کرد و بیش از پیش او را به خود نزدیک نمود. هنگام غذا خوردن خسرو نخست از موبد خواست رسم باج برسم را به جا آورد. در این رسم موبد غذاها را مزه می کند و مناسب بودن خوراک را تایید می نماید. پس از غذا خسرو بزرگان همراه خود به خصوص مهین بانو را به میخواری نشاند و از هر دری سخن راند تا سخن به شیرین رسید. خسرو گفت می‌داند که مهین بانو برادرزاده‌ای داشته که رفته و گفت اخیراً پیکی به او رسیده که نشان شیرین را در پایتخت داده و تا 2 هفته دیگر خسرو او را خواهد یافت. مهین بانو بسیار شادمان شد و به سپاس و دعاگویی خسرو پرداخت. مهندس گفت کردم هوشیاری، دگر اقبال خسرو کرد یاری. به دست آوردم آن سرو روان را، بت سنگین دل سیمین میان را. چه دیدم تیز رایی تازه رویی، مسیحی بسته در هر تار مویی. نبوسیده لبش بر هیچ هستی، مگر آینه را آن هم به مستی. نکرده دست او با کس درازی، مگر با زلف خود وان هم به بازی. بسی لاغرتر از مویش میانش، بسی شیرین تر از نامش دهانش. اگرچه فتنه عالم شد آن ماه، چو عالم فتنه شد بر صورت شاه. چون مه را دل برفتن تیز کردم، پس آنگه چاره شبدیز کردم. روند ماه را بر پشت شبرنگ، فرستادم به چندین رنگ و نیرنگ. من اینجا مدتی رنجور ماندم، بدین عذر از رکابش دور ماندم. شه از دلدادگی در بر گرفتش، قدم تا فرق در گوهر گرفتش. سپاسش را تراز آستین کرد، بر او بسیار بسیار آفرین کرد. جهان خسرو که سالار جهان بود، جوان بود و عجب خوش دل جوان بود. به عشرت بود روزی باده در دست، مهین بانو در آمد شاد و بنشست. ملک تشریف خاص خیش دادش، ز دیگر وقتها دل بیش دادش. چو آمد وقت خوان دارای عالم، ز موبد خواست رسم باج برسم. حساب باج برسم آنچنان است، که او بر چاشنیگیری نشان است. اجازت باشد از فرمان موبد، خورش ها را که این نیک است و آن بد.
به می خوردن نشاندان گهمهان را، همان فرخنده بانوی جهان را. به جام خاص می میخورد با او، سخن از هر دری میکرد با او. چو از جام نبید تلخ شد مست، حکایت را به شیرین باز پیوست. ز شیرین قصه آوارگی کرد، به دل شادی به لب غمخوارگی کرد. که بانو را برادرزاده ای بود، چو گل خندان چو سرو آزاده ای بود. شنیدم که همه توسن کشیدش، چو عنقا کرد از اینجا ناپدیدش. مرا از خانه پیکی آمد امروز، خبر آورد از آن ماه دل افروز. گر اینجا یک دو هفته باز مانم، بر آن عزمم که جایش باز دانم. فرستم قاصدی تا بازش آرد، به سان مرغ در پروازش آرد. این بانو چو کرد این قصه را گوش، فرو ماند از سخن بی صبر و بی هوش. به خدمت بر زمین غلتید چون خاک، خروشی برکشید از دل شغبناک. که آن دور کو که گر بینم به خوابش، نه در دامن که در دریای آبش. به نوک چشمش از دریا برارم، به جان بسپارمش پس جان سپارم. پس آنگه بوسه زد بر مسند شاه، که مسند بوس بادت زهره و ماه. ز ماهی تا به ماه افسر پرستد، ز مشرق تا به مغرب زیر دستد. از بس به تار زلفت از بس به تار زلفت دلهای دلم
خب این 2 روز تو ادلید خبرایی بود، هم کارنیوالی ایتالیایی رو داشتیم که فستیوال ایتالیایی در ادلید شوگرند بود و هم در واقع سال نو چینی ها بود که فکر میکنم با برنامه‌های آتشبازی و رنگ‌های قرمز و شادشون گوجر اسپریت رو دارن با آتش میکشن. شما نظر راجع به این رنگ نداری مرتضی جان؟ چرا شاید براتون جالب باشه، به هر حال چین هم کشور باستانیه و اینا اساطیر خودشون رو دارن. اسطوره‌ای که پشت این رنگ قرمز و این آتش بازی هست اینه که توی دهی که در دوره اساطیری تو چین بوده، یه جونوری همیشه می اومده و روز سال نو که در واقع خود چینی ها بهش میگن جشن بهاره، می اومده و به اصطلاح به اینا محصولاتشون رو میخورده یا خود روستایی ها رو میخورده و اذیت میکرده و اینا به خاطر اینکه این جونور بهشون کاری نداشته باشه همیشه سر سال نو یه مقدار غذا پشت در میذاشته این جونور بیاد بخوره بره. بعد یه بار یه پسری گوش برف نمیکنه و میره بیرون و بعد لباس قرمز داشت. این جونور که اومد از این پسر وحشت کرد و فرار کرد. بعد مردم یاد میگیرن که این جونور از لباس قرمز به اصطلاح میترسه و بعدش میاد و بعد از اون یاد میگیرن که از آتش بازی هم بعدش میاد و به اصطلاح این میشه که تو سال نو این رسم باقی میمونه که اینو لباس قرمز یا رنگ قرمز، پارچه‌های قرمز استفاده میکنن و همچنین آتش بازی. اون جونور ترسیده چون جونور خانم بوده اونم آقا پسر بوده برای این ترسیده و رنگ نبوده. من کاملا بعید میدونم. بعد حالا ادامه اسطوره اینه که اون جونور آخرش روز به اصطلاح اسیر میشه به وسیله یکی از اون قهرمانای چین و یه کوه الان تو چین هست، میگن این کوه اون جونور هست و این جونور تبدیل به کوه میشه، کوهش هم موجوده، شما میتونید برین تماشا کنید که اونجا احتمالاً بشه روز جنسیتش هم صحبت کردین کوه هستی. حالا چون من مرتضی دعوامون نشده سر این خانم آقا شما ادامه بده. من در تکمیل صحبت‌های شما در همین ارتباط من یه مطلب جالبی خوندم. در این شب سال نو چینی معمول بر اینه که همه به صورت زوج باشن، پدر مثلا با پسر، مادر با دختر، دوست دختر با دوست پسر، زن و شوهر. بعد یه مشکلی که الان توی چین با این جمعیت هست، خیلی از دخترها خب دوست پسر ندارن یا شوهر ندارن، بنابراین خیلی براشون سخت این شب رو طی کنن در حالی که تنهان. بنابراین یه وبسایتی توی چین یه کار جالبی کرده، اومده معرفی میکنه پسرها رو ولی مجانی نیست متاسفانه و پولیه. مثلا تبلیغ آقایونه دیگه نه؟ بله برای پسرای ایرانی که اینجا بیکار هستن یه به هر حال پیشنهاد خوبی هست برای کار. من اشاره کنم به قیمت ها، خیلی جالبه. اگه شما همراهی کنی یه بانوی مجرد رو در شب سال نو، برای هر روز $50 نصیبت میشه و همچنین اگه برای شام در کنار خانم باشی $5 در ساعت میگیری و برای هر بوسه روی گونه $8. قیمت جالبی. اینا پسر رو دونه ای حساب کنن یا کیلویی؟ اگر کیلویی باشه شما خوشحال نشو. ببین چینی اصلا خیلی کوچیکه، حتی قوارشون کیلویی حساب نمیکنن، اونا دونه ای حساب. مطمئن باش اونا زرنگن و دونه ای حساب میشه. خب تفاعلی به حافظ بزنیم چطوره؟ بله تو این سال نو چینی دیگه نوبتی هم باشه نوبت به حافظ میرسه و ما دیگه کم کم هم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگه دار که من میروم الله مک. توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص منتر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، بعد از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک.
به آخر برنامه رسیدیم دوستان. ممنون از زمانی که گذاشتیم با ما، ممنون از تلفن هاتون. خدا نگهدار. ممنون از تلفن‌هایی که داشتیم و تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار شما. کس نگفتم مهرت را به دل نهفتم با یادت شبی که خفتم چون غنچه سحر شکفتم فغان برارد دل تو ز دلم خبر ندارد دل تو ز دلم خبر ندارد پس از این نخورم فریب چشمت شرر نگهت اگر گذارد شرر نگهت اگر گذارد. You were listening to Radio Adelaide 101.5 FM.